در دهه شنموی ناحیه فرانگ شهر شنگشه چین یک کودک کنجکاو اثنای آموزش چاینک آبگرمکنی سرش را به داخل آن انداخت ولی بعد نتوانست از داخل این کلاه آهنین بیرون برآورد. بعد چند کوشش ناکام بابا و مادرکلان این طفل از خدمات نجات کمک خواستند. وقتی افسران سوختار نشانی به جای حادثه حاضر شدند، آنها دیدند که سر کودک کاملا در داخل چاینک است و برای خارج نمودن سر ضرور است چاینک از بین بریده شود. افسران با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشتند، با احتیاط در دوام 1.5 ساعت چاینک را اره کردند. بالاخره سر کودک بدون کدام جراحت جدی از داخل چاینک بیرون کشیده شد. امیدوار می شود که در آینده هنگام پژوهش و بازی‌هایش این طفل سرش را عاقلانه‌تر استفاده خواهد برد.